من و رضا رفتیم یه کافه دنج. قهوه سفارش دادیم و شروع کردیم به حرف زدن. وسط حرفا ازش پرسیدم داداش هنوز توی کارگاه مبلسازی کار میکنی؟ سرشو تکون داد و گفت آره همونجام. چقدر حقوق میگیری؟ مایی 10 تومن. یه لحظه اخمام رفت تو هم. بدون اینکه فکر کنم گفتم فقط 10 تومن؟ مگه روزی چند ساعت کار میکنی؟ 10 11 ساعت. وای، یعنی این همه سگدو میزنی تهش 10 تومن؟ این که ظلم آشکاره. چرا نمیری یه جای دیگه؟ تو خیلی بیشتر از اینا میارزی. باور کن دارن حقشو میخورن. رضا چیزی نگفت، فقط توی فکر فرو رفت. منم بیخیال شدم. قهوه‌مو خوردم و خداحافظی کردیم. چند روز بعد رضا زنگ زد. گفت داداش رفتم حقوقمو زیاد کنم، آقای مرادی قبول نکرد، اخراجم کرد. خندیدم و گفتم خوبه، حالا یه جای بهتر پیدا میکنی. اما چند هفته گذشت و هنوز بیکار بود. اعصابش خورد و افسرده شده بود. میگفت کارگیرم نمیاد. اشتباه کردم اون حرفو زدم و منی که فقط یه جمله گفته بودم زندگیشو به هم ریخته بودم و خودم نفهمیده بودم. این فقط شروعش بود. چند وقت بعد عروسی یکی از فامیلامون دعوت بودیم. لیلا زنداییم تازه بچه‌شو به دنیا آورده بود. همینطور که داشت با راضیه یکی از زنهای فامیل حرف میزد، راضیه یه دفعه پرسید راستی محمود برای تولد بچه چی برات خریده؟ لیلا خندید و گفت هیچی، هنوز فرصت نکرده. راضیه یه لبخند خبیث زد و گفت یعنی چی؟ یعنی اینقدر برات ارزش قائل نیست؟ من اگه جای تو بودم یه کاری میکردم بفهم زن یعنی چی. حرفش تموم شد و رفت. اما لیلا دیگه اون آدم چند دقیقه پیش نبود. رنگش پرید، لبخندش محو شد، چشمهاش پر از فکر و سوال شد. شب وقتی محمود اومد خونه، لیلا بهونه گرفت. جر و بحثشون شد. کم کم کار به جاهای باریک کشید. حرفهای سنگین، دلخوریای کهنه، بغضهای ترکیده. آخرش چی شد؟ طلاق. یه کلمه، یه جمله، یه زندگی از هم پاشید. پدر بزرگم حاج محمود رو خیلی دوست داشتم. یه پیرمرد آروم و خوشحال بود. همیشه توی حیاط کنار باغچه چای میخورد و لبخند میزد. یه روز یکی از همسایه ها آقای کریمی اومد و گفت حاج محمود احسان چرا هیچ وقت بهت سر نمیزنه؟ یعنی انقدر سر شلوغه که نمیاد یه سلام به باباش بده؟ یه لبخند تلخ نشست رو لبای پدر بزرگم. نگاهش عوض شد. یه چیزی توی چهرش شکست. دیگه اون آدم سابق نبود. چایشو نصف نیمه میذاشت کنار و زود میرفت توی اتاقش. یه بغضی توی صداش بود. یه مدت بعد مریض شد. ضعیف شد. انگار یه چیزی توی وجودش خاموش شد. من اون روز فهمیدم که بعضی جمله ها مثل خنجر میمونن. میرن میشینن تو دل آدم. آروم آروم زهر خودشونو میریزن. آدم رو از درون میکشن. از اون به بعد خیلی حواسمو جمع کردم که چی میگم. فهمیدم زبون آدم میتونه قاتل باشه. حرف یه دونه بیشتر نیست، ولی بعضی حرفا مثل یه گلوله‌ان. وقتی شلیک شدن دیگه راه برگشتی ندارن. بله جانم.